هفته خبر تو خبر داره براتون. از دست و پا زدنهای آخوند رئیسی تا یه جوری نظام آبکش ولایت رو بتونه کاری کنه. بسیاری این رو در سر میپروردند و همچنان ممکنه بر زبون جاری کنند که یک چالشی، یک مسئله‌ای بین مجلس و دولت پدیدار بشه که اونها بگن اینها هم با هم دیگر در واقع دچار اختلاف شدن، بگو مگو شدن. این رو من گفتم، بازم عرض میکنم که ضمن حفظ جایگاه نمایندگان مجلس، جایگاه دولت و دستگاه‌های مختلف، ما حسرت این که روزی ببینن اختلافی بین دولت و مجلس و دستگاه‌های کشور انجام شده است به دل اونها خواهیم گذاشت. هنوز این یارو دهنشو نبسته بود که خالی باف گذاشت تو کاسش و اینجوری بهش لگد زد. ما نیازمند منابع لازم برای این کار هستیم. ما تعارف نداریم. به هر حال این فعالیت ها منابع میخواد. هیچ راه جزئی نداریم. این منابع رو نباید دست تو جیب مردم بکنیم، از جیب مردم برداریم. آخوند رئیسی میخواد بگه دولت با مجلس همصدا و هم نواست، اما در عمل یه چنین اتفاقی میفته. دلم گرفته دوباره. از اون طرف جک و جونورای عظما دنبال اینن که با خالی بندی یه جورای آخوند رئیسی رو حلوا کنن. حاکم بر دولت 13 به ویژه مشی مدیریتی خود حضرت آیت‌الله رئیسی کاملا مشی مبارزه با فساد هست. ایشون در زندگی شخصی خودش، در سیره اداری خودش، در مشی و ممشای مدیریتی خودش شما برید مرور بکنید، یک نقطه سیاه نمیبینید. هر جایی فسادی دیدن محکم برخورد کرد. این شما و این یه نمونه از فساد تو نظامی که آخوند رئیسی رئیس جمهورشه. خب سازمان بازرسی اعلام کرده که 3 میلیارد و 370 میلیون دلار شرکت چای دبش ارز دولتی گرفته که همه رو تو بازار آزاد فروخته. خب الان که ارز بازار آزاد 50,000 تومانه، من ضرب در 50,000 تومان میکنم، میشه یه عددی معادل 168,580 میلیارد تومان. خب حالا به یک کار کنم برگاتون بریزه. من این عدد رو تقسیم بر 1445 میکنم. 1445 هم سالیه که از هجرت پیغمبر و سال قمری میگذره. توجه کنید تقسیم بر 365 هم میکنم که میشه روزهای سال دیگه. یا خود خدا، یعنی اینکه اگه از همون شبی که پیغمبر هجرت فرمودن تا الان روزی 319 میلیون و 476 هزار خورده خرج میکردی، این پول تموم نمیشد. یعنی چه خبره؟ واقعا چه خبره؟ این هم یه تصویر از رابطه آخوند رئیسی با اقتصاد مملکت. سبحان الله. حالا بشنوید از این آخوند تانگه که اینجوری برای دولت رئیسی تبلیغ میکنه. مخبر گفت حاج آقا به حضرت عباس 3-4 ماه اول شبانه روز 19 ساعت تو دفتر کار بودیم، هر کدومون 2-3 بار میرفتیم زیر سرو. بعد از 2 ماه که همون 3-4 تا کار اصلی رو کردیم، انبارا رو پر کردیم، نفتمون رو فروختیم، واکسن خریدیم، ارزم کرونا رو آوردیم پایین و پولامون هم گرفتیم، به دوستان مذاکره کننده گفتیم حالا بریم مذاکره رو بکنیم، دیگه نمیتونم پارو گردمون بذارم. ولی من با آقای مخبر گفتم آقای مخبر مردم باید ثمرش رو تو سفرهشون ببینن. گفت من قول به شما میدم تا 1 سال آینده مردم ثمره فعالیت‌های زیربنایی اقتصادی رو تو سفره‌هاشون خواهند. اما تو جنگ و دعواهای باندی دست همدیگر رو میکنن و کارشناسای حکومتی از باند مغلوب اینطوری پته دولت آخوند رئیسی رو میریزن رو آب. الان ناکارآمدترین دولت بگم تاریخ ایران از قاجار به این طرف بر سر کاره. خب چرا اینطوری شده؟ چون از بعد از انقلاب ما یک سیستم گزینش غربالگری داریم
که خودی ها رو میاره بالا با این غربالش، قید خودی ها رو میذاره کنار. این هم یک تصویر شماتیک از قایق دولت رئیسی. مشنگستان این هفته رو با پرت و پلاهای بوفالوی ولایت شروع میکنیم. یه سیاستمدار امریکایی گفت، تعبیر او بود، نگفت امام، گفت خمینی از تو قبر داره دنیا رو اداره میکند. حالا اگه میخواید بدونید که خمینی از توی قبر چطوری این نظام رو هدایت میکنه، این حرفای آخوند رئیسی رو بشنوید. همه جای دنیا قطار حرکت میکنه، مال اینا ریله که حرکت میکنه. امروز ما شاهدیم که ریل پیشرفت اقتصادی در عرصه‌های مختلف در کشور در حال حرکت هست. این آخوند مثلا اقتصاددانم کلی فکر کرده تا بالاخره ریشه تورم رو پیدا کرده. ریشه تورم برمیگرده به قبل از پیروزی انقلاب. ریشه تورم برمیگرده به قبل از پیروزی انقلاب. حالا ریشه تورم رو با بالا رفتن نرخ دلار رو در قالب یک شعر بشنوید. رئیس دولت اصلاح از تمدن گفت به لطف خنده دلبر دلار بالا رفت، دوباره معجزه محمود شد به حاله نور، دروغ و وعده بیبر دلار بالا رفت، 40,000 و کمی پول سهم یارانه ز اعتراض مکرر دلار بالا رفت، حسن رسید و کلید رهایی از تحریم و جام خورد به ساغر دلار بالا رفت. دلارها همه رفتن جیب نصرالله، کلاغ و ملت ما پر دلار بالا رفت، ترامپ آمد و برجام پاره شد افسوس، پوتین گفت که بهتر دلار بالا رفت. خلاصه این که آخوند رئیسی میخواست تورم رو مهار کنه، اما یه چنین بلایی سرش اومد. اما از این نمایش‌ها که بگذریم، میرسیم به جنگ و دعواهای باندی توی نظام که از دستشون در میره و این حرفا میزنه بیرون. این تفکر انسدادیه دیگه. تجدد شر ضروریه توسعه. پس چیکار میشه کرد؟ هیچ آقا جایی با توهمتون برید جلو. اصلا توهم یعنی نیست. شکم ملت رو میخواید سیر کنید، راهی غیر از توسعه. کاری میکنید که لشکر گرسنگان راه بیفته، تومار تمام این جامعه رو بپیچن. برید جلو بدون توسعه. ما نمیتونیم توسعه رو بپذیریم که. و چیکار میخواید بکنید؟ شما فکر کردید ما توسعه رو نمیپذیریم؟ معنیش اینه اقتصاد رو رها کنیم. مگه وقتی میگم توسعه چی میفهمید که با سنت ما تعارض داره؟ توسعه یعنی رشد منهای عدالت، توسعه یعنی رشد منهای، توسعه یعنی ذیل تاریخ تجدد بودن، همون سازمان‌های بین‌المللی که برنامه‌های توسعه. آخوندا خوب میدونن که وضع خرابه و مشتی در انتظارشونه که هم نونشون میشه و هم آبشون. حالا بشنوید از شهردار دزد تهران که تازه یادش افتاده وعده آخوند رئیسی درباره مسکن رو اینطوری حلوا کنه. مسکن هم دنبال ارزونسازی هستیم. بله الان فرمایشتون کاملا درسته، 80,700,000 تومان متری برای میانگین خانه است که ما داریم دنبال میکنیم که انشالله با تولید مسکنی که میکنیم و اخیراً دنبال تولید صنعتی سازی مسکن با اقتضاعات خودمون با سرانه‌های 7 گانه هستیم، بتونیم کمر مسکن رو هم در تهران خدمت شما عرض کنم بیش کنیم. مسکن سازی آخوند رئیسی یه چیزی تو مایه‌های پارک کردن این باباست. این هم یک فقره افشاگری درباره دجالگری و دودوزه بازی در تیوی ریش. من چی بگم که به شما بر نخوره؟ به این رگه‌های تلویزیونیشا من که میگم آقا این مارمزون تاثیرگذاری در خود سازمان باید داشته باشد.
من برنامه مارمزون رفتم، بهترین ناهار 12 ماهمون اونجا سرو میکردن. اینجوری میشه که بسیجی‌ها به روغنسوزی میافتن و این میشه حال و روزشون. هیچ وقت جنبش دانشجوی بسیج انقدر منفعل نبود. ببخشید من از بسیج واقعا عذرخواهی میکنم. به عنوان بسیجی دارم گلایه میکنم. هیچ وقت انقدر مطالبه ساده انگارانه، مطالبه بسیط نبوده. مسائل پیچیده تر از گذشته است عزیزان رفقا، مسائل پیچیده است. شما باید جرأت و جسارت و شجاعت تطبیق کنید در جامعه. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به آخرین محصول اقتصاد مقاومتی بندازیم.